خوبه همه چی؟ نور، صدا اوکی؟ بریم. ماما امروز مهمونی مانی آمده ای؟ کاملا. مگه میشه دعوت این مجری کوچولوی با نمک رو رد کرد؟ که ایوای دوست داری و میشست چون من یک کلاغم. قار شوخی کردم، چون من دوست دارم داستانا رو تبدیل کنم به زیورالات. شاید هم دوست دارم زیورالات رو تبدیل کنم به داستان، ولی در کل از اینکه من یک داستانی بسازم، به یه داستانی وجود داره من تبدیل کنم به یه زیور و یه آدمی رو میندازه، این برای من خیلی جذابه. یعنی داستانای من سر و گردن آدمان میپوشنشون و این منه. یعنی ایوای یه یاش داره؟ بله قطعاً. به نظر من یعنی حداقل اونایی که من میسازم راز دارم، پر از رازم. یا رازای خودمه یا رویای آدمایی که به من میگن این زیور رو برام بساز. بیشتر از کی اهم میدی؟ بیشتر از چیزی که دورمه، بیشتر از مثلا زن، ایران، هویت، زندگی، طبیعت، قصه های توی افسانه ها، گذشته، شاهنامه و حتی خود تو. من؟ آره دیدم تو باعث میشه که همه چی واقعی تر، جذابتر، پر از عشق، پر از قصه و داستان بشه. مثلا تو صبح که پا میشی انقدر برای من قصه و شعر میخونی که من پر از ایده میشم. تحت این دکمه کیه؟ اینکه هر تیکه از زیوری که میسازم باید دقیقا همون حسی رو بده که روز اول تو ذهنم جرقه ساختنش خوردم. تحت این واسش کیه؟ جایی که یکی میخردش، نه به خاطر پول یا اون قسمت جاه طلبی که وای من دارم میفروشم و اینا، نه، به خاطر اینکه اون فرد با یه چیزی که من خلق کردم یا با داستان من ارتباط برقرار کرده. آخرین سوال عدد وحیات میادن کی میدوختن؟ میگفتن شاید ما کوچولو باشیم ولی پر از داستان. یادم یا بپرسم خودت نو ایوارت دوست داری؟ من بیشتر زیورالات قدیمی، آنتیک، دست دوم، خلازیر چون که حالا علت داره، چون که این زیورالات پر از قصه‌ن، پر از داستانن. مثلا یک خانومی گوشواره داشته، اونو میده به نوش و شاید از دنیا میره، نوش اونو میده به بچهش و اون بچهش به هر دلیلی اون زیور رو میخواد میفروشه و من میخرم و من میدادم گوشم و این گوشواره پر از قصه است، پر از داستانه. چه داستانی؟ اینکه کجا بوده، چیکار کرده، از چه شهرهایی گذشته، چه کشورهایی رفته، چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته، چه چیزایی دیده، جنگ دیده، عروسی دیده، شادی دیده، غم دیده و این خیلی جذابه. خوب از برنامه‌اش امروز خدا و من افتخار داشتم که مهمونش بشم. خدافظ.